زمانی که خرد را از ما بگیرن فکر میکنیم درمان درستی را انجام بدیم که شیمی درمانی وارد کردن سم در بدنه. در تمام دنیای مجازی ایران تمام کلیپ ها و تکنولوژی جدید درمانی فیلتر شده. کلمه سرطان فیلتر شده. اگر درمان درست رو میخوای میتونی با من ارتباط برقرار کنی تا بهت بگم چه درمانایی وجود داره بهتر از شیمی درمانی. شیمی درمانی فقط پول کردن تو جیب دکترها و دروغ‌ها و چرندیاتی که میگن که شیمی درمانی فقط عوارضش موریختنه. نه، در دراز مدت پوست بیمار رو میکنه. خواهش میکنم شیمی درمانی نکنید. شما ملاحظه بفرمایید در یوتیوب هیچ کلیپ درمانی وجود نداره در خصوص درمان سرطان و همه برمیگرده به 10 سال الی 11 سال پیش، ولی در خصوص شیمی درمانی جدیدتریناش در واقع اعلام میشه و هر روز داره پخش میشه. این خودش جای شک داره. الان نگاه کنید این درمان‌ها از 11 سال پیش، یعنی کشورهای اروپایی به همون روال موندن و هیچ پیشرفتی نکردن و به همون درمان 11 سال پیش خودشون تکیه کردن که ایرانی ها هنوز هم به شیمی درمانی 100 سال پیش در واقع اتکا میکنن و میگن که همه دنیا این کارو میکنن، در صورتی که دروغ بزرگی به مردم میگن وقتی ما نمیتونیم اطلاعاتی رو به دست بیاریم. فقط نگاه کنید 11 سال 10 سال پیش